همینجوران عزیز 15 یونیو سال 2024 می باشد و من به شما رفتی نشناموی کشمشی ویلیس رو نشون میدم که من 70% همین خوشایی هم میره کنده پرست دادم و باز بینید چقدر بسیار کن خدا خواهد تخمینا بعد از یک ماه با پختن شروع میکندین و بعد میبینیم کشمش ویلیس از چی کشمش است. خواهشمندان میتونن بیاین خونه من این کشمش رو چشن بینن بهاگذاری کنن. من همین خیلی حاضر نشدم و یفته است در درنش یک انگور دیگه هم هست و ایش جوس است، جوس محلی است. بگمونم میبینیم که چی خیلی میشود. من این کشمشی ویلیس بر بسیاری دارد که تو بس گفتنم من یک خوشگیش بریدم با این خوشوری خودش یک خوشگی موندگیش نیمش بریده پرسته. اینم خیلی از این انگور من پیوند کردم. نمیدونم ممکن یکم 50 دونه براید برای فروش خیلی خورید. بعد البته شما میخواهید که خریداری کنید این حالش رو. این کشمشی ویلیس زغبه اوکراینه. رحمت به دیقتون.